سرحد خبرها. ایران در برابر مکانیسم ماشه دو راه تقابل و تعامل را در پیشرو دارد. مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است. شتی جنگی آمریکا در راه کارائیب وارد کانال پاناما شد. عقب نشینی خفته‌بار صهیونیست‌ها از محله زیتون غزه پس از مفقود شدن 4 نظامی. سلام، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. ایران در برابر مکانیسم ماشه دو راه تقابل و تعامل را در پیش رو دارد. خروج از NPT به معنای ساخت بمب اتم است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران دو نوع راه دارد، یکی راه تقابل و یکی راه تعامل، و من فکر میکنم ایران در 30 روز آینده راه تعامل را در پیش خواهد گرفت. احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره واکنش ایران به اقدام ترویکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه گفت ایران دو نوع واکنش میتوان نشان دهد: یا راه تقابل را در پیش بگیرد و شعارهایی مثل بستن تنگه هرمز و خروج از NPT بدهد که معنایش رفتن به سمت بمب اتم است و طبیعتاً احتمال دارد درگیری‌ها را شدیدتر کند. مثلا کشتی‌های ما بیشتر مورد بازرسی قرار بگیرند و ما هم در مقابل کشتی‌های آنها را بازرسی کنیم. نماینده مردم اردستان در مجلس اظهار کرد یک راه هم راه تعامل است. راه تعامل این است که در این 30 روز با اروپایی‌ها یک نشستی داشته باشیم و این کارهایی که انجام داده ام را در قالب امتیاز بفروشیم. چون آقای عراقچی می گفت ما با آژانس همکاری می کنیم و آژانس به تهران می آید برای اینکه بر نیروگاه بوشهر نظارت کند که ما گفتیم شما که دارید با آژانس مشارکت و همکاری می کنید همین را بفروشید به اروپا، چون اروپا می خواهد شما همکاری کنید. این نماینده مجلس درباره منظورش در خصوص فروختن بیان کرد. من یادم است که آقای جلیلی میرفت مذاکره و میگفت ما بمب هسته‌ای نمیخواهیم. آمریکایی‌ها هم میگفتند شما بمب اتمی نخواهید. بعد میگفتند نه، چون آنها میگویند ما خودمان نمیخواهیم، چون فتوا داریم که بمب هسته‌ای در دکترین دفاعی ما جایی ندارد. که ما گفتیم این را بفروش، اشکالی ندارد. شما که بمب هسته‌ای نمیخواهید، بگویید چون شما میخواهید ما بمب هسته‌ای نداشته باشیم، اشکالی ندارد و به شما امتیاز میدهیم. مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه خاورمیانه ضروری است. معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا را تهدیدی برای امنیت کشورهای منطقه عنوان کرد. امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا امروز جمعه 7 شهریور ماه در جمع کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا با بیان اینکه در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه انسجام و اتحاد ملت ایران تجلی پیدا کرد افزود این همبستگی در کنار قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران ضربه شستی به دشمنان وارد کرد که به توقف فعالیت‌های خصمانه رژیم صهیونیستی انجامید. معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بیان داشت قدرت توان نیروهای مسلح ایران در این دوره نه فقط به عنوان ابزار دفاعی بلکه به عنوان نمادی از اراده و ایمان ملت ایران تجلی پیدا کرد. امیر سرتیپ اکرمی نیا تصریح کرد امروز ملت ایران به عنوان یک الگو در مقاومت و همبستگی شناخته می شود و این دستاوردها نشانگر اراده استوار مردم ایران در دفاع از حق و حقوقشان است. وی ارتقای روحیه و تقویت تاب‌آوری کارکنان را با تبیین دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه ضروری توصیف کرد و یادآور شد یکی از مهمترین تجربه‌های تاریخی که باید به درستی به نسل‌های آینده منتقل شود،
دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه است که درسهای مهمی را برای امروز ما به ارمغان آورد. معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به اینکه سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا در منطقه امنیت کشورهای منطقه را با تهدیدات جدی مواجه کرده است، خاطر نشان کرد لازم است که کشورهای منطقه با درک دقیق وضعیت و اتخاذ راهکارهای اجرایی مؤثر در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کنند. کشتی جنگی آمریکا در راه کارائیب وارد کانال پاناما شد. یک رز ناو موشک‌انداز آمریکایی در حال عبور از کانال پاناما از اقیانوس آرام به کارائیب مشاهده شد. یک رز ناو موشک‌انداز هدایت شدند آمریکایی با نام USS لیک ایری جمعه شب پس از استقرار کشتی‌های جنگی دولت ترامپ در نزدیکی سواحل ونزوئلا در حال عبور از کانال پاناما از اقیانوس آرام به کارائیب مشاهده شد. روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه این کشتی نیروی دریایی را حدود ساعت 9:30 شب به وقت گرینویچ شنبه در حال عبور از یکی از تنگه‌های کانال و حرکت به سمت شرق به سمت اقیانوس اطلس مشاهده کردند. ایالات متحده اعلام کرده است که اعزام کشتی‌های جنگی به جنوب کارائیب نزدیک آبهای سرزمینی ونزوئلا یک عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است. آلفردو سدنو، تکنسین 30 ساله بهداشت که از این رز ناو عکس گرفته است، به خبرگزاری فرانسه گفت: من نمیدانستم که کشتی قرار است عبور کند. من شگفت‌زده شدم. کشتی لیک ایری 2 روز گذشته در بندر رادمن در ورودی اقیانوس آرام کانال پهلو گرفته بود. واشنگتن در ادعای نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرده و جایزه دستگیری او را به 50 میلیون دلار افزایش داده است. با این حال، ایالات متحده هیچ تهدید علنی برای حمله به ونزوئلا نکرده است. کاراکاس روز دوشنبه از اعزام 15,000 نیروی امنیتی به مرز کلمبیا برای عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد. یک روز بعد، ونزوئلا اعلام کرد که با پهپادها و کشتی‌های نیروی دریایی در آبهای سرزمینی خود گشت زنی خواهد کرد. مادورو همچنین اعلام کرد که در پاسخ به تهدیدات ایالات متحده بیش از 4 میلیون نفر از اعضای نظامی را بسیج کرده است. ناو جنگی USS لیک ایری با طول 50,170 فوت و وزن 9,800 تن در بندر سندیگو، کالیفرنیا مستقر بوده است.